ساخت یک عادت جدید و یا تغییر یک عادت بد برای بسیاری از افراد یک چالش است و به سختی می‌توانند بر روی عادت‌های جدید خود پایبند باشند. در این ویدیو راههایی را به شما معرفی می‌کنم که با استفاده از آنها می‌توانید یک عادت جدید برای خود ایجاد کنید و به تغییر عادت‌های بد خود بپردازید. تا پایان ویدیو با من همراه باشید. 30 روز به ساخت عادت خود وقت بدهید. برای ایجاد شدن یک عادت جدید به صورت خودکار تنها 3 تا 4 هفته زمان نیاز است. اگر شما بتوانید عادت جدید خود را در روزهای اولیه به درستی اجرا کنید، این بسیار پایدارتر خواهد بود. 1 ماه زمان بسیار خوبی برای تعهد به تغییر و ایجاد یک عادت جدید است، چرا که به راحتی می توانید روند آن را در تقویم ببینید. عادت جدید خود را هر روز انجام دهید. پایداری و تکرار مهمترین عواملی هستند که در شکلگیری عادت جدید شما تأثیر گذارند. اگر می‌خواهید ورزش کردن را امتحان کنید، سعی کنید هر روز به باشگاه بروید و به تمرین کردن بپردازید. هفته 2 یا 3 بار شکلگیری این عادت را برای شما مشکل می‌کند. در واقع فعالیت‌هایی که هر چند روز یک بار انجام می‌شوند، بسیار سخت به یک عادت تبدیل می‌شوند. بسیار ساده شروع کنید. بسیاری از ما هنگامی که می‌خواهیم سبک زندگی خود را تغییر دهیم و یا چند عادت مفید و جدید را در زندگی خودمان ایجاد کنیم، خسته می‌شویم. این را در نظر داشته باشید که نمی‌توان همزمان چند عادت را تغییر داد و آن را با عادت‌های جدید جایگزین کرد. بر روی یک عادت جدید تمرکز کنید و زیاد به خود فشار نیاورید. اگر می‌خواهید 2 ساعت مطالعه کتاب را به کارهای روزانه خود اضافه کنید، سعی کنید با روزی 30 دقیقه در روز شروع کنید و به مرور آن را افزایش دهید. به یادآوری عادت‌های جدید خود بپردازید. همانطور که اشاره کردیم، 30 روز یک زمان بسیار مناسب برای ایجاد یک عادت جدید است. اما هر هفته و مخصوصا بعد از گذشت 2 هفته ممکن است عادت خود را فراموش کنید. با تلفن همراه یا ابزارهای دیگر یک یادآوری کننده ایجاد کنید تا عادت‌های جدید خود را فراموش نکنید. قبل از اینکه به ادامه ویدیو بپردازیم، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. نیازهای خود را به خوبی جایگزین کنید. یکی از نکات بسیار مهمی که باعث شکست در ایجاد یک عادت جدید می شود، گم شدن نیازهای جایگزین شده است. به عنوان مثال، اگر تماشای تلویزیون به شما آرامش می دهد، سعی کنید آن را با کتاب خواندن جایگزین کنید. زمانهای استراحت خود را با زمانهای کاری خود جایگزین نکنید. سعی کنید تا جایی که می توانید نیازهای خود را شناسایی کنید و آنها را با عادات مشابه جایگزین کنید. وسوسه ها را حذف کنید. یکی از عوامل بسیار خوبی که به ایجاد و یا تغییر یک عادت کمک می کند این است که وسوسه ها را از زندگی خود حذف کنید. اگر به دنبال این هستید که تغذیه سالمتری داشته باشید، غذاهای به درد نخور را دور بیاندازید. اگر وقت شما بسیار زیاد با تلویزیون هدر می رود، سعی کنید اتصال برق تلویزیون خود را قطع کنید و یا کابل آنتن را به دور بیاندازید. وسوسه‌ها عواملی هستند که اگر در اطراف شما وجود داشته باشند، اراده شما را ضعیف می‌کنند. سعی کنید هر چیزی که باعث وسوسه شدن شما می‌شود را از زندگی خود حذف کنید. با افرادی معاشرت کنید که الگوی شما هستند. سعی کنید زمان خود را بیشتر با افرادی سپری کنید که الگوی شما هستند و می‌خواهید برخی از عادت‌های خوب آنها را داشته باشید. به عنوان مثال، اگر شما با یک فرد چاق معاشرت کنید که همیشه به فکر غذاست، شما هم ممکن است مانند او رفتار کنید و کمتر به تناسب اندام خودتان فکر کنید. معاشرت با افراد برخی از عادت‌های آنها را نیز به شما انتقال می‌دهد. آنها را مانند یک آزمایش در نظر بگیرید. پس از گذشت 1 ماه از قضاوت کردن دست بردارید و عادت جدید خود را به عنوان یک آزمایش در نظر بگیرید. آزمایش‌ها شکست نمی‌خورند، بلکه با استفاده از آنها نتایج متفاوتی حاصل می‌شود. بنابراین می‌توانند دیدگاه‌های مختلفی از تغییر عادت‌ها به شما بدهند. سعی کنید عادت‌های مختلف را در زندگی خود آزمایش کنید تا نسبت به هر کدام آگاهی داشته باشید. توی کامنت‌ها برام بنویسید آیا تاکنون سعی کردید که یک عادت جدید را برای خود ایجاد کنید؟ مزایای عادت‌های جدید خود را یادداشت کنید. اگر می‌خواهید یک عادت جدید را ایجاد کنید، باید مزایای این عادت را نیز بشناسید. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید ورزش کردن را به کارهای روزانه خود اضافه کنید، سعی کنید حتما کتاب‌هایی تهیه کنید تا مزایای ورزش کردن را به شما نشان دهد. اگر می‌خواهید یک رژیم جدید را شروع کنید، به تغییر در سطح انرژی خود توجه کنید. شناخت کامل از عادت‌های جدید و اینکه چه تأثیری بر زندگی شما دارند تا حد زیادی می‌توانند
انگیزه شما را افزایش دهند. روش‌هایی که گفته شد همگی راه‌هایی هستند که به شما در ساختن و تغییر یک عادت جدید کمک می‌کنند. سعی کنید که به عادت‌های جدید خود زمان دهید و به سرعت نیز دست به تغییر نزنید. تنها در این صورت است که می‌توانید عادت‌های جدید و مفید را با عادت‌های بد خود جایگزین کنید. در ویدیوهای بعدی بیشتر در مورد تغییر عادت‌ها، عادت‌های خوب و روش‌های رسیدن به موفقیت صحبت خواهیم کرد. پس کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید و ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.